شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان در یک مراجعتنامه به عنوان رستم امامعلی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی جهت آبادانی پایتخت 6 پیشنهاد ارائه کرده است. از جمله در دوشنبه با رعایت سنت‌های معماری ملی ساختن بناها، وسیع کردن کوچه و خیابانها از جمله وسیع کردن راه‌های پیاده‌گرد را در بر می‌گیرد. پیشنهادهای حزب دموکرات که رئیس این حزب سید جعفر عثمانزاده روز 24 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد، همچنین حفظ بناهای تاریخی چون بناهای تئاتر اپرا و بالت، تئاتر به نام لاهوتی، بنای پارلمان، چایخانه راحت، مهمانخانه دوشنبه و بخش و بنای اساسی دانشگاه ملی را در بر گرفته. در عین زمان دموکرات‌ها از رستم امامعلی خواستند که تا بنای کاخ باربد مورد بازسازی قرار داده شده، قسمت بیرونی آن به معماری ملی موافقه کرده شود. به عقیده دموکرات‌های تاجیک کاخ باربد به شکل یورت مغول ساخته شده است و آن هم در حالی که باربد به مغول و یورتش یگان ماننده یا رابطه ندارد.